با سلام خدمت دوستان گلم. بعضیا میگن که گوشت فلان حلال است و گوشت فلان حیوان حرام. اینها یا نمیدونن یا نمیخوان بگن و یا پنهانش میکنن. اما واقعیت من براتون میگم. خداوند 434 قوم رو مسخ کرد و تبدیل به حیوانات کرد. برای مثال قوم سبت تبدیل به میمون شد. زنبور قصابی بود که در ترازوش می‌دزدید و الاخر. و اینها اکثر این حیواناتی که حرام گوشت هستند یک زمانی انسان بودند و گوشت انسان حرام است و گوشت حیوانات حلال. این واقعیت امره. خواهش میکنم از دانشمندان تحقیق بفرمایند تا به این حرف من برسند.